خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از سالها پرویز داره به ما میرسه. به پونه میرسم فقط اگر اجازه بدین. پدر تشریف نمیاره؟ دارن ماشین رو پارک میکنن. میشه شما هم یکم مؤدب تر بشینین؟ به خاطر شیکمشه وگرنه خودش دوست داره درست بشینه. نه اتفاقا من همیشه اینجوری میشینم. دوست دارم هوا بخوره اصلا. واسش آب کرفسم ریختم که رو فرم بیاد. آب کرکس چیه دخترم؟ کالری شماره. کالری لازم بدن تو بهت میگه، خودت مدیریت میکنی، هرچی خواستی میخوری دیگه. ولی مثل که خیلی موثر نبوده. فضای گوشیم کم بود، کرفس رو اینستال کردم. میخواستم فیلتر چکن نصب کنم. واقعا که این سومین باره که امروز برقمون میره. خدا رو شکر بابات اون ور نشسته. واسه سروش رضایی هم خوب شد دیگه. همون یه ذره انیمیشن هم نمیسازه، فقط صدا میذاره. شمع روشن کردم. چه محیط ادبی شد. چه خوفه منی تو. بابات چه خوفه. بسه نونورا. بریم سراغ اصل مطلب. پدر نمیان؟ تو آسانسور گیر کرده. ای بابا. مامان پونه جان تشریف نمیارن؟ رفتن ارمنستان لپتاپشون رو شارژ کنن. خب میخواین تماس تصویری بگیریم با پدر پرویز؟ برق میره اینترنتمون هم میره متاسفانه. زور نزنین. خب بریم سراغ اصل مطلب. فقط ما بعد از نظر هورمونی پسرت رو چک کنیم. نصف صورتش مو داره نصفش نداره. توپ نخورده یه برش؟ ریشتراش هم برقیه. وسط کار برق رفت اینجوری شده. مگه میشه؟ آره منم دیروز لیزر بودم وسطش برق رفت. ناکنه. باشه حالا. این چه بله نگفته داره هوا میکنه. دختر خوبیه اینجوری نگاش نکن. خب بریم سراغ اصل مطلب. خسرو آب معدنی بیار. آخاقیانم رفته بود، مادر خانومم رفته دستشویی، برق رفته گیر کرده. بنده خدا. میام صبر کن. خب بریم سراغ اصل مطلب. ما توقعمون اینه که خانواده عروس حتما یه دستگاه ژنراتور برق و یه پمپ آب یدکی رو جهیزیه بدن. ژنراتورمون که آکبنده. پمپ دخترمونم ببینین عاشقش میشین. خب پس مبارکه. فقط ما هم شرایطی داریم. مهریه رو زیاد نمیگیریم ولی شروط ضمن قطع داریم. شروط ضمن قطع؟ باید ضمانت بدین هر وقت برق قطع شد و پمپ از کار افتاد پسرتون با دلو بره از چشمه آب بیاره که دخترمون تو خلا نمونه. آها. در صورت قطع برق و از کار افتادن آسانسور پسرتون باید دخترمون رو کول کنه. خیلی سخته مامان. عوضش مهریه کم میگیرن. من حاضرم مهریه بدم ولی اینقدر فعالیت نکنم. خوبه که چیه مثل کوزته. آب بیار کول کن دلاش راست شو. در هنگام قطع برق در تابستان دخترمون رو باید باد بزنید. اوه مثل که پیک پنجم شروع شده. 7-8 تا شرط ضمن قطع دیگه هم هست، اونو بخونم؟ نه دیگه اصلا تجمع و دوره همی و اینا صحیح نیست. ما بریم بعد پیک پنجم بیایم. کلیتش که اوکی الان تمامش میکنیم. نه دیگه. اتفاقا عاقدم آوردیم تو اتاقه. برق که میره عاقد کار نمیکنه. زود برمیگردیم. آخه پس کی میایم؟ برق اومد برمیگردیم. یهو بگین نمیخواین دیگه. برق اومد برمیگردیم. خسرو. اوه بنده خدا خوش شد. اسمت خانم آب نداریم، به جاش نوشابه خانواده میارم. بدون قند باشه. چشم. دخترم شما هم زنگ بزن اداره برق تشکر کنه. امروز نیم ساعت برق داشتیم. باش.